چند جا ترسناک بهتون نشون میدم اصلا کیف کنید. ما محل زندگیمون اینجا واقع در مازندران شهر بابل روستای درزیگلا جاده ایبی. اگه امام علی حیبی رو بشناسیم ما تو محلش زندگی میکنیم. جای فوق العاده بسیار ترسناک. نشون میدم با چراغ خاموش میخوام برم. البته این موتور یه خورده چراغ داره. اصلا فضا رو نگاه کنیم. من چراغ وسط رو روشن کنم. فضای اصلا ده بالا رو میزنه. خیلی خوفناک. اصلا تنهایی به هیچ وجه. الان ساعت 10:11 شبه و واقعا مردم اصلا به اینجا نمیان و واقعا ترسناک. اصلا آبادی جزی از آبادی نیست. فقط یه خونه اینجا داره دقیقا همینجا و مثل اینکه مهمون هم داره. واقعا ترسناک. سگ شورای محل ما اصلا کلا اینا رو گفت جمع کرد. ولی تو قبل از اینکه الان این یه روستای دیگه ما میشیم درزیگلا نصیری، اونا میشن درزیگلا آخوندی بالا محل و ما اینجا چراغ روشن کنم و ما به قول اینکه دهیار محل ما گرفت اینا رو جمع کرد. یعنی اگه جمع نمی‌کرد بلا به جون ناموس و خود مردم میفتن و مردانش هم فرق نمی‌کنه. و اینکه یه مسیر میخوام با چراغ برم، ببخشید چراغ خاموش برم، یه مسیر دیگر رو با چراغ روشن. دقیقا این مسیر این میره روستا. این یه به قول اینکه یه مسیر مسیر واقعا ترسناکه. وای واقعا خوفناک. چراغ خاموش. دوستانی که طاقت ندارن نبینن. واقعا ترسناک آجی. یعنی اگه یک دسته سگ باشه من که ازش فرار میکنم چون واقعا توی این روستا بزرگ شدم. و یه لایک و ساب حتما ما رو با زنگوله ما رو بزنه. واقعا ترسناکه. ترجیح میدم زیاد حرف نزنم. تستوسترون بالا. وای اصلا پله رو اصلا تپ و چاله هم خیلی داره. اصلا مناسب برای این موتور نیست. اما موتور سیکلت وحشیمو میبردم. اصلا تپ و چاله فرابون نکنیم. من یه چراغ واسهتون بزنم. دشت ترسناک خوف. این فیلم ترسناک نگاه میکنید. من خودم ترسم. اگر از این نوع کلیپو دوست دارین لطفا تو کامنتو بهم بگید و من جای به ترسناک بیشتری برم. آخرش به اونجا ختم شد. ما یه دور بزنیم. در با چراغ روشن. دفعه با چراغ روشن خود مسیر ببینیم. دوستان اینجا اون بر میرفتم چون چند نفر نشسته بودن بچه محلای منن از صفحه کشیدن خلاف و اینجور داستان هست. آجی واقعا ترسم. من یکی از این بارم بگیرم کلا دشتن ها کنین. اصلا پوی سر منو نها کنین. برهود نه اون تبا چالایی که اینجا داره واقعا واسه این نفر موزه. اصلا ماشین رو نیست کلا. ولی من همینو صبح هم برای شما میگیرم. ببینین چقدر منظرش قشنگه. واقعا منظرش فوق‌العاده. ولی شب اصلا توصیه نمیشه. تو کلیپ بعدی هم اونایی که پای پیاده هستن میخوام بهشون بگم با کمتر هزینه کجای مازندران بیان که واقعا بهشون خوش بگذره. این واقعا منظره واقعا فوق‌العاده است. اینجا تو از شما به قول اینکه از شما نمونه چون رفیق من اونجا نمیخوام بفهمه دارم کلیپ میگیرم. موتورش اونجا بود. شاید تو کلیپ هم معلوم باشه. اینم از جایی که میرم. اینم یه مسجد قدیمی. روستای بعد
عکس شهیدا. واقعا این عکس شهیدا تو فیلم های ترکی واقعا فیلماشون ترسناکه. آره طرف گوش رو زاده بوده بودی دارد میزنم 20 سال هم یه روستایی که من عکس ممالی حیبی هم به شما نشون میدم به زادگاهش اینجا. این برم که میره لب جاده که از اینجا ماشین بگیرید 5 دقیقه الا 7 دقیقه زمان دقیقشه به داخل شهر بابل. این هم زادگاه جواد پهلوان تختی. خب دوستان امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت بذارید و این زنگوله هم بزن بعد ویدیو بعدی هر چی دوست دارین تو کامنت ها بگین من ویدیو بعدش بسازم. خداحافظ.